سلام دوستان گرامی، میخوایم یک داستان دیگه جدید براتون تقدیم کنم. اما اول خواهش میکنم که نظرتان بنویسین، کامنت بانین، سابسکرایب کنین. هیچ شما ما براتون داستان و فرزن همه چیز تهیه میکنم، دکلمه شعر و مگم شما کامنت نمیمانین خیر باشه. ما بازم براتون یک داستان نو است که براتون تقدیم میکنم. خدا کنه که مورد پسندتان شود. دی داستان ما داستان زندگی است که مردمی که به خارج از کشور هستند میخواستن که یک دختر از خود وطن از کشور نامزاد کنن به بچه خود. البته شروعش قصه کنم که وقتی که اینا در خارج از کشور زندگی میکردن، البته چندین ساله که اینا تیر کردن، اولادشان یک ذره به اصطلاح مردم عیاش و فرزند گفته یگان بیرا و مثلا قسمی که منظم نبود که به کار بار خود برسه و یک ذره آزادی های افراطی داشت. پدر و مادر شیشتن بین خود گفتن چطور کنی مالی بچیت بالکل کارایی میکنه که هیچ به کلتور و وطن و خوب بر خود ما و به فامیل ما نمیشه که اگه یک قسم رفتار کنه چی کنیم؟ بیا که بریم بین خودشتن بیاین که بریم یک دختر بگیریم برش از افغانستان یا فرزن از کشور ما، بریم یک دختر برش بگیریم که اگه این خدا کنه که برابر شود. در اینجا خود همگی از موضوع از آزادی ها و از کارایش خبر دارن، از عیاشی هایش شاید که نشه، اما از افغانستان بیاریم که هم زیر دست ما باشه و هم فرمان بردار ما باشه و هم اولاد ما اصلاح شد. دوستان گرامی را فکر نمی کنن که اگر بچه ما بیراست یا بچه ما برابر نیست، ما چطور یک فامیل دیگی که در افغانستان است یا فرزند دور از وطن در خود وطن هستن چطور ما او دختره که دی بچه خود زندگیش تباه بسازیم؟ نی پیش خود فکر میکردن که اگر ما دختر از افغانستان بیاریم بچه ما خوب میشه، یک چانس برای خود دادن، چانس برای بچه خود. اما طرف مقابل فکر نکنن که دختری مظلومی را که از وطن میاره آیا او چی خواد کرد که دزی بچه شد. خلاصه براتان بگویم که هی مادر و پدر میرن طلبگاری در افغانستان. البته بچه میگه که باید تصویرش روان کنی که من ببینم که دختر خوبش است نیست، به دلم از طرف خود نگیرین. خب یک دختر مقبول و نازنین برش پیدا میکنن و تصویرش کرایی میکنن، میگه حادثه ایسته میره برم بگیره. دختر طلبگاری میکنن و چون بچه ما بهترین بچه است که در کار بار خود مصروف است، که همیشه به وقت و تایم خانه میآید، که همیشه اعتراض دخترتان خوشبخت میکنن، اعتراض ما آمده. مردم وطن ما خود چون رنج زندگی دیدن و رنجهای زندگی و یک قسم خصوصا وضع اقتصاد مردم و همه چیز در وطن و کشور از وقتی که جنگای لعنتی بود همه را اقتصادشان هم ضعیف ساخت و البته زندگی را مشکل برشان ساخت. بو ببینن که یک کسی که از خارج می آید و طلبگار به بسیار میل دختر خودم میتن، اما فکر نمیکنن که آیا او بچه چه قسم بچه است
آدم باید به خوبی و به تعریف‌های پدر مادرش از اولادش هست، چی کس از اولاد خود صفت میکنه. به گفتی از اونا خود نمیشه که بچه واقعا بچه خوب باشه، باید از 4 طرف پرسان شد. در افغانستان که کس طلبگار پشت کس دیگه میرفت جستجو میکردن، فامیلش همیشه آسان بود، چرا دمو خود کشور بود. بچه زود معلوم میشد که چه قسم بچه است. اما ای که بچه در خارج از کشور باشه و دختر در وطن باشه، این مشکل است که این بچه فهمیده شود که چه قسم بچه است. دوستا شیرنی را میگیرن برازی میمانن و دختره که خدا کورکورانه به تعریف های مادر و پدر که پدر مادر تعریف میکنه و یک عکس کاکیش که بهترین دیرشیده جو خود در خارج از کشور خود کلگی فیشنی و لباس فوق العاده میپوشد، تصویر خوبش گرفته و بعد از نشان داد به دختر خود. دخترش هم که خود سعید دید که یک بچه بسیار سنگین معلوم میشه، قبول کردن، شیرینی گرفتن و بعد از این دادن و تبریکی ها شد. دوستا باقی شد به داستان آینده براتان تقدیمتان میکنم. تا به میجا براتان کامنت و لایک فراموش نشه.